امروز اومدیم راجع به اسپورتیج 2017 با هم دیگه صحبت کنیم، مزایا و معایبش رو بگیم و در نهایت نظرمون رو بگیم. پس در ادامه با من همراه باشید. فقط قبل از اینکه بریم ویدیو رو شروع کنیم، لایک و کامنت و ساب یادتون نره، زنگوله بغل سابم بذارید روی آل تا نفر اولی باشید که از ویدیوهای من با خبر میشید. بزن بریم. سلام دوستان عزیز، من پارسا ظاهری هستم و خوش اومدید به چنل خودتون. موضوع مورد بحث امروز راجع به اسپورتیج 2017 سطحی ترین موضوع این خودرو میتونیم به تریم این خودرو اشاره کنیم. آقا این خودرو چیه؟ سدان شاسی بلند چیه؟ خب قطعا سدان که نمیتونه باشه، ولی از طرفی شاسی بلند هم نمیتونه باشه. آقا پس تکلیفش چیه؟ از نظر من این ماشین میتونه به نام یه دونه نیم شاستی یاد بشه. در واقع میتونیم جزو دسته نیم شاستی ها در نظر بگیریم این خودرو رو. بخوام راجع به نقاط قوت این خودرو باهاتون صحبت کنم، میتونم از مصرف سوخت متعادلی که داره که عملا نمیشه گفت مصرف سوخت بالایی داره، نمیشه گفت مصرف سوخت پایینی داره که در ادامه میپردازیم به این موضوع. یه دونه اینو میتونیم در نظر بگیریم و مورد بعدی که میتونیم در نظر داشته باشیم امکانات رفاهی زیادیه که این خودرو داره که به نظرم کسی که راننده یا کسی که تو این ماشین میشینه رو خیلی احساس خوبی بهش میده که این همه امکانات خوب میتونه داشته باشه از این خودرو. و اما از نقاط ضعف این خودرو بخوام بگم، میتونم به دو مورد اشاره کنم. یک اینه که شتاب اولیه بسیار پایینی داره و یا گفته خودمون شتاب جالبی نداره. مورد بعدی میتونیم از خیلی دید بدی داره برای کسی که پشت فرمون نشسته، دید محدودی به راننده میده. اینم یکی از نقاط ضعف خیلی جدیه این خودروه. حالا بخوایم از بحث نقاط ضعف و قوت یکم فاصله بگیریم، میریم سر وقت بخش مشخصات فنی این خودرو. این خودرو دو دف یا به عبارتی دو دیفرانسیل هست. گیربکس 6 دنده اتومات داره همراه با شیفت لاک و موتور 4 سیلندر GDI داره و حجم موتور 2.14 لیتری رو داریم ما. برسیم به بخش عملکرد فنی این خودرو. عملکرد فنیش میتونه جالب باشه، نه چیز بسیار خاص و مورد توجهی داره، نه خیلی خودرو ناتوانیه. بریم که با هم دیگه داشته باشیم. این خودرو قادر به تولید قدرت 181 اسب بخاره، گشتاورش 273 نیوتن متره، شتاب 0 تا 109.8 ثانیه‌ای داره و مصرف سوختش 8.5 لیتر در هر 100 کیلومتره که به نسبت میتونیم نسبت به جثه این ماشین مصرفش و مصرف مناسبی در نظر بگیریم. برسیم به بخش سیستم کمک راننده یا یه جورایی همون آپشنای خودمون. کروز کنترل هوشمند، کنترل ایستایی در سربالایی، کنترل سرعت در سرازیری، کنترل کشش و پایداری و در نهایت 3 حالت رانندگی نرمال، اکو و اسپورت از سیستم کمک راننده این خودرو هستن. و اما برسیم به بخش سیستم های هشدار دهنده یا به گفته خودمون همین سنسورهایی که این خودرو داره که به نظرم واقعا عجیبه همچین ماشینی که محصول سال 2017 انقدر کم سنسور تو ماشین به کار رفته باشه نسبت به رقیبایی که داره. بریم که با هم دیگه داشته باشیم. سیستم های هشدار دهندش عبارت از سنسور جلو و عقب، سنسور بارون و سنسور فشار باد تایر و همین 3 تا سنسور تقریبا میتونیم بگیم تو این ماشین به کار رفته. و اما برسیم به سیستم ترمزگیری این خودرو که برای یکی که این خودرو رو سوار میشه واقعا سیستم ترمزگیری باید مهم باشه. چرا؟ چون خودرو قطعا جثه متوسطی داره، نه مثل سدان جثه کمی داره، نه مثل شاسی بلند جثه بزرگی داره. خب پس باید ببینیم که آقا این سیستم ترمزگیری برای همچین ماشینی میتونه پاسخگو باشه یا نه. بریم که ببینیم.
آقا راجع به سیستم ترمزگیریش بخوام بهتون بگم، سیستم ترمزگیریش سیستم بدی نیست. توزیع نیروی ترمز ضد قفل، ترمز کمکی، ترمز پارک برقی، اتوهولد و در نهایت کنترل ترمز در پیچ‌ها از موارد ترمزگیری این خودروه. سیستم روشنایی این خودرو رو چه چیزایی تشکیل داده؟ آیا این چیزایی که برای سیستم روشنایی این خودرو به کار رفته کافیه؟ بریم که ببینیم. سیستم روشناییش عبارت از دیلایت، اتولایت، چراغ مهشکن عقب و جلو، چراغ شور و چراغ خوشامدگوییه. البته لازم به ذکره که چراغ‌های این خودرو چراغ ژنونه و تقریبا میتونیم بگیم که تو جاده اگر به کسی چراغ بدید جرئت نداره که بهتون راه نده. و اما بخشی که من و همسن و سالای من بهش علاقه زیادی دارن، اونم چیزی نیست جز بخش مولتی مدیا این خودرو. سیستم مولتی مدیا این خودرو رو 8 اسپیکر JBL با آمپلیفایر تشکیل دادن. سنسور تشخیص صدا رو ما داریم. 2 تا مانیتور 5 و 4.2 اینچی داریم که 5 اینچی لمسیه و 4.2 اینچی برای صفحه کیلومتر به کار میره. قابلیت پشتیبانی از بلوتوث، USB، CD، MP3، آیپاد و iOS تو این خودرو وجود داره. و اما سیستم ایمنی کابین، قطعا هر کسی که تحقیق میکنه یه ماشینی رو انتخاب کنه براش مهمه که آقا این ماشین ایمنی کافی رو داره و بالاخره کسایی که سوار ماشین میشن و یه سفری رو میخوان طی کنن دارن جونشون رو دست ماشین میسپرن، باید ببینن که این خودرو از نظر ایمنی چجوریه. بریم که بهتون بگم چی به چیه. این خودرو مجموعاً 6 ایربگ داره: ایربگ راننده و شاگرد، ایربگ پرده‌ای، ایربگ جانبی جلو و پشت سری فعال. این 6 ایربگ رو تو این خودرو تشکیل میدن. و اما بحث بعدی، امکانات رفاهی، بحثی که قطعاً یکی از میشه گفتش مورد بحث ترین و مورد پیگیری ترین موضوع برای انتخاب یه دونه ماشین، هم برای راحتی هم برای سفرهای طولانی. بریم که ببینیم چی داره چی نداره. امکانات رفاهی این خودرو از نظر من خیلی کامله. از نمونه های ورود بدون کلید، استارت دکمه‌ای، سیستم تهویه دوال، صندلی های جلو مموری حشالته، 5 گرم کن و 2 سرد کن، صندوق پران هوشمند، شارژر وایرلس، فرمان حساس به سرعت، پدل شیفتر فرمان، گرم کن فرمان و در نهایت فرمان دیکات که خیلی اسپورت کرده کابین این خودرو رو. و اما برسیم به بخش رقیب‌های این خودرو. این خودرو به نظر من توی بازار ایران و حالا بازار جهانی 2 تا رقیب بیشتر نداره. یکیش هیوندای توسانه که حالا میتونیم به عنوان مثال مدل های 2016 و 17 رو در نظر بگیریم و دیگری میتسوبیشی ASX هستش که درسته توی بازار ایران زیاد خودروهای میتسوبیشی کلن جا نیفتاده، اما خب یه دونه رقیب توی بازار جهانی برای این خودرو به نظرم هست. و اما برسیم به آخرین موضوع بحث امروزمون، یعنی نمره دهی به این خودرو. بریم که ببینیم این خودرو چه نمراتی رو میتونه بگیره. این خودرو از نظر فنی 7 از 10، طراحی 5 از 10 چون واقعا ظاهر زیبایی به نظرم نداره. امکانات کابین 8.5 از 10، امکاناتش از نظر من به عنوان همچین قیمتی کامله. ارزش در مقابل قیمت تقریبا میتونیم بگیم 6.5 از 10 و در نهایت کیفیت ساخت 7.5 از 10 که بخوایم میانگین تمام این نمرات رو بگیریم که یه دونه نمره کلی به این خودرو بدیم، نمره 6.8 از 10 نمره کلی این خودروه. خب دوستان، این بود از ویدیو نقد و بررسی اسپورتیج 2017. امیدوارم لذت برده باشید. یادتون نره حتما این ویدیو رو لایک کنید، کامنت برامون بذارید و دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله بغل سابم حتما بزنید تا به هر موقع من ویدیو میذارم براتون نوتیفیکیشن بیاد. البته از این ویدیو هم غافل نشید که ویدیو بررسی قبلیمون راجع به خودرو هیوندا سوناتا 2018 هستش. و در نهایت دوستدار شما پارسا ظاهری هستم و امیدوارم هر جا که هستید شاد و پیروز باشید.